افتاد و نادر از او جدا شد. درست در همین نقطه از تاریخ سرنوشت بازیگران اصلی صحنه را به هم رساند. شاه طهماسپ دوم، پادشاه فراری صفوی، پس از سقوط اصفهان به دست افاقنه به استراباد، گرگان امروزی، پناه آورده بود. او در این شهر با حمایت فتحعلی خان، جد بزرگ خاندان قاجار، در حال جمع‌آوری سپاهی برای بازپسگیری تاج و تختش بود. در همین زمان نادر، سردار محلی که به دلیل پیروزی‌هایش شهرت داشت، از طریق واسطه‌ها از حضور شاه طهماسپ در استراباد آگاه شد. نادر از این فرصت استفاده کرد و به آنجا رفت و با شاه طهماسپ دیدار کرد. این دیدار که با هماهنگی فتحعلی خان قاجار ترتیب داده شده بود، نقطه عطفی در همکاری این دو شد. وقتی خبر پیشروی ملک محمود سیستانی به سمت نیشابور به گوش شاه طهماسپ رسید، او سپاهی را به فرماندهی یکی از سردارانش به آنجا فرستاد. نادر هم به این سپاه پیوست تا با ملک محمود بجنگد، اما این نیروها در برابر سپاه ملک محمود شکست خوردند و نیشابور سقوط کرد. نادر خشمگین از این ناکامی به دژ مستحکم خود در کلات بازگشت، سپاهش را بازسازی کرد و با یک حمله برق‌آسا و غافلگیرانه به نیشابور یورش برد. او شهر را از نیروهای ملک محمود آزاد کرد و این بار نیشابور را به نام شاه طهماسپ دوم فتح نمود و رسما وفاداری خود را به پادشاه قانونی ایران اعلام کرد. این هوشمندانه ترین تصمیم نادر تا آن روز بود. شاه طهماسپ از این کار نادر و پیروزی غیر منتظره به وجد آمده بود، او را با آغوش باز پذیرفت و به او لقب طهماسپ قلی خان را اعطا کرد. از این لحظه به بعد نادر دیگر یک یاغی یا حاکم محلی نبود. او سردار سپاه پادشاه ایران شده بود. سپاه فتحعلی خان که تا آن زمان فرمانده کل قوای شاه بود، تنها 3000 نفر نیرو داشت. از همان ابتدا مشخص بود که ستاره بخت چه کسی در حال طلوع است. سپاه نادر نه تنها از نظر تعداد، بلکه از نظر نظم، تجهیزات و شجاعت سربازان برتری محسوسی داشت. طبیعتاً اختلافات میان نادر و فتحعلی خان قاجار از همان روز اول آغاز شد. فتحعلی خان که خود را همکاره شاه می‌دانست، وجود این سردار تازه وارد و قدرتمند را خطر جدی برای موقعیت خود می‌دید. از طرف دیگر شاه طهماسپ شخصیتی ضعیف داشت، روز به روز بیشتر مجذوب شخصیت قاطع، هوش نظامی و پیروزی‌های نادر می‌شد. فتحعلی خان تلاش کرد با دسیسه چینی نادر را نزد شاه بدنام کند، اما موفق نشد. وقتی دید که نفوذ نادر در حال افزایش است، تصمیم به خیانت گرفت. او پنهانی نامه‌ای به ملک محمود سیستانی نوشت و پیشنهاد داد که با هم متحد شوند. شاه طهماسپ را از میان بردارند و کشور را بین خود تقسیم کنند. اما نادر از او زرنگتر بود. او از این توطئه با خبر شد، نامه فتحعلی خان را در میانه راه به دست آورد و آن را مستقیما نزد شاه طهماسپ برد. شاه با دیدن سند خیانت فرمانده کل قوای خود خشمگین شد و بیدرنگ دستور قتل فتحعلی خان را صادر کرد. به هر حال با حذف فتحعلی خان، بزرگترین مانع در مسیر قدرتگیری نادر از میان برداشته شد و او به فرمانده کل ارتش شاه طهماسپ تبدیل گشت. قدرت روزافزون نادر حتی دشمنان قدیمی افشارها را نیز به سمت او کشاند. کردهای قوچان که سالها با افشارها درگیری داشتند، با دیدن موقعیت نادر به او پیشنهاد اتحاد دادند. نادر نیز با هوشمندی این اتحاد را پذیرفت و برای رفع کدورت‌ها با دختر حاکم قوچان ازدواج کرد.
با این کار جنگجویان شجاع کرد خراسان نیز به سپاه نادر و شاه طهماسپ پیوست. حالا زمان تسویه حساب نهایی با ملک محمود سیستانی فرا رسیده بود. سپاه متحد نادر و شاه طهماسپ با قصد فتح مشهد و سرنگونی ملک محمود به سمت این شهر حرکت کردند. شهر به محاصره درآمد. این محاصره 2.5 ماه طول کشید و سرانجام با خیانت یکی از سرداران ملک محمود یکی از دروازه های شهر باز شد و سپاه نادر به داخل شهر سرازیر شد و مشهد را تصرف کرد. ملک محمود سیستانی که دیگر راهی جز تسلیم نمیدید، تاج حکومتش را تسلیم شاه طهماسپ کرد و به حرم امام رضا پناهنده شد. اما نادر دستور داد او را از حرم بیرون بیاورند و زندانی کنند. 1 سال بعد ملک محمود نیز به قتل رسید. فتح مشهد و پاکسازی کامل خراسان در آذر ماه سال 1105 شمسی رخ داد. نادر 38 ساله حالا دیگر فرماندهی شده بود که شهرتش در سراسر کشور پیچیده. پس از فتح خراسان